مایه ننگ ملت مرفهان بیدر مایه ننگ ملت مرفهان بیدر مایه ننگ ملت مرفهان بیدر مایه ننگ ملت. جواب بدید. جواب بدید. همون آقایی که اونجا واسه جواب چقدر محتاج شده، چقدر بدبخت دادیم توی مملکت، چقدر شهید دادیم، چقدر تو لبنان رفته شهید شده. باید بیایم اینجا شعار بدیم یا به درد مردم برسن. آقا برو نشون بده اینا رو. مردم دارن به بدبختی کشیده میشن. کی میفهمه اینا رو؟ فقط با باتون و نظامت جلو ما بایستاد. نه ما حق نداریم. نه ما جوون ندادیم. من داییمو دادم، عمومو دادم. بابام چه بازه؟ همشهریان گرامی، این تجمع شما غیر قانونی است. در کم و شخصیت مردم قانونی تجمع داشته باشید. لطف کنید از افراد سوسو در بین شما هستند بیشتر رو برمی‌ریزند. لطفاً دست سریعتر این مطلب ترک کنید وگرنه با شما به عنوان متظاهران جمعیت برخورد خواهد شد. لطف کنید دست سریعتر این مطلب رو ترک کنید. بفرم آقا جون بفرم. آقا بفرمایید میگم بفرمایید. آجی بفرمایید. آقا بفرمایید آقا. آقا از خبری خورمان شما الان داشته بریم. عمرش نفر منو با اتون آمرده باشه. الان میکنم 20 برو. این تانک سومیه که دارن وارد شیراز میشن. مشهد شهرها آزاد شهر حاکی ملت.
تفرع جدید به زندان اوین. ده دی سفارت ایران توی برلین، تجمع ایرانی‌های مقیم برلین برای حمایت از هموطنامون تو ایران. سرنگون باد جمهوری اسلامی. در تجمع غیر قانونی که امروز غروب در شهر درود ما داشتیم، تعدادی از افراد که با فراخوان گروه‌های معاند داخل خیابان اومده بودند منجر به درگیری شد که در این درگیری متاسفانه 2 نفر از همشهریان عزیز درود کشته شدند. در این درگیری ها رد پای گروه های تکفیری معاند با نظام و سرویس های بیگانه کاملا قابل مشاهده است و در بررسی هایی که به عمل آمده رد پای سرویس های خارجی کاملا نمایان شده است. در این درگیری که 2 نفر کشته شده هیچ تیری از ناحیه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی ما به سمت مردم شلیک نشده و هدف این بود که به هر حال این تجمع به صورت مسالمت آمیزی پایان بپذیره. اما با توجه به حضور افرادی که عرض کردم و گروهایی که عرض کردم متاسفانه Let's go.
هم با اشتاگره. اگه فکر میکردن من برم بیرون باید داد بزنم. اگه فکر میکردن که بهتر آقای پایین پایین آقای پایین چقدر ارتش ریختن تو خیابون برای مملکت خودتون.